سلام، من سیما هستم. به کانال خودتون یعنی نوار شب خوش اومدید. بی مقدمه مثل همیشه بریم سراغ بقیه رمان سایه شک قسمت 5. رسیدیم به جایی که سام یه دفترچه توی کشوی میز اشکان پیدا کرد. بریم سراغ بقیهش. با عجله اونو ورق میزد و میگفت قربان، فکر میکنم جواب خیلی از سوالاتمون توی این دفترچه باشه. روی جلد دفترچه با خط قرمز نوشته شده بود لیست افرادی که باید ازشون انتقام بگیرم. بالای هر برگه یک اسم نوشته شده بود. اولین اسم مادر اشکان بود. زیرش نوشته شده بود به پدرم خیانت کردی، منو تو بچگی رها کردی و رفتی و من تمام عمر به خاطر کار تو سرکوب شنیدم. دومین اسم شوهر مادرش بود که اشکان احتمالاً به خاطر نفرت زیاد اونو دزد خطاب کرده بود. زیرش نوشته شده بود دزد کثیف، نفستو میگیرم همونطوری که عمری نفسمو گرفتی. نفر بعدی سام بود که تحقیرش کرده بود. سام خیس عرق شد. گفت قربان، نوشته انقدر صبر میکنم تا صاحب زن و بچه بشی، بعد طعم خیانت رو بهت میچشونم. قسم میخورم از زن و بچه‌ت انتقام بگیرم تا حال اون روز منو بفهمی و با تمام وجود بسوزی. نفر چهارم پیمان بود. منتظر تلافی اون شبی که منو جلوی بچه‌های خوابگاه تحقیر کردی باش. با خودکار قرمز نوشته بود بلای سرت میارم که دیگه نتونی از خونه بیرون بیای و آرزوی مرگ کنی. علت مرگ پیمان هم مشخص شد. سورنا گفت این آدم سرشار از عقده بوده و هر لحظه زندگیش به زیان چندین زندگی دیگه است. نفر بعدی مهران بود، همون مردی که 2 روز پیش همسرش گم شده بود. اشکان نوشته بود عمو مهران، انتقام اون همه توهینی که به واسطه مادرم به من کردی رو ازت میگیرم. حالا اونا میفهمیدن که چرا اشکان خودش مستقیما با مهران صحبت نمیکرد، چون هر چقدر هم که چهرهش رو تغییر میداد مهران صدای اونو میشناخت. توی دفترچه چندین اسم دیگه هم نوشته شده بود ولی تهدید به مرگ نشده بودن. هر دو به همراه دفترچه به کلانتری برگشتن. سورنا تیمش رو صدا زد و همگی دور میز جمع شدن و یکی یکی شروع کردن به گزارش دادن. یکی از مامورین گفت در مورد اشکان از اداره تشخیص هویت استعلام گرفتم و تحقیقات مفصلی به همراه این 2 همکارم انجام دادیم. اون 35 ساله بوده، هیچ وقت ازدواج نکرده، توی دانشگاه هنر درس خونده و با یک گروه تئاتر همکاری میکرده به عنوان گریمور. همیشه به تنهایی زندگی میکرده و پدرش رو به تازگی از دست داده، ولی اصلا رابطه خوب با هم دیگه نداشتن. مأمور بعدی گفت مهران رو امروز صبح در جریان گذاشتیم و اون به پزشکی قانونی بردیم، جنازه همسرش رو تشخیص داد، الان هم توی اتاق سرگرسام نشسته و اصلا حال خوبی نداره. سورنا گفت صداش کن توی اتاق من. بعد از چند دقیقه مهران با موهای ژولیده و چشمایی که از زور گریه به زحمت باز میشد روی یکی از صندلی‌های دور میز نشست. بین 50 تا 55 سال سن داشت. دستاش لرزش عجیبی داشت. سورنا گفت به خاطر مرگ همسرت بهت تسلیت میگم. اگه برات سخت نیست هر چی راجع به اشکان میدونی به ما بگو. اون هنوز دستگیر نشده و ممکنه قتل‌های خیلی زیاد انجام بده. مهران با صدای گرفته گفت اون از اول هم بچه نرمالی نبود، درست مثل مادرش، به هیچ اخلاق مقید نبود. مادرش زن بدی بود، آخرش هم با یه مرد غریبه فرار کرد و رفت. بی آبرو بود. سام خشمگین گفت جناب سرهنگ گفت راجع به اشکان حرف بزن نه مادرش. حدسش زیاد سخت نیست، از بچگی انقدر اونو به خاطر مادرش تحقیر کردی که کینه تو رو به دل گرفته و به جای تو زن بیچارت قربانی شد. اگه به جای این زخم زبونا کمکش میکردی تا مرهمی روی زخم‌های روحش بذاری، حالا تبدیل به هیولا نمیشد و به جون مردم نمیافتاد. اون تو بچگی دوست من بود، انقدر تنها بود که دلم براش میسوخت. همین قضاوت‌های امثال شما هاست که از یک بچه معصوم یه قاتل زنجیره‌ای میسازه. صدای سام هر لحظه بلندتر میشد و گفت من دیدم که پدرش یعنی برادر تو چطور اونو کتک میزد، چون دستش به همسرش و اون مرد نمیرسید. شما تمام عمر اشکان رو شکنجه کردین، حالا خوب شد دیدی چه بلای سر زنه آورده که دل تو رو بسوزونه. فکر کرده اون همیشه بچه میمونه تا بهش تو سری بزنی. مهران سرش رو روی میز گذاشت، با صدای بلند شروع کرد به گریه کردن. هیچ کس نمیدونست علت گریه اون بلایی که سر همسرش اومده یا تازه متوجه شده چه ظلمی در حق اشکان کرده. سورنا گفت آروم باش، سامون حالش خوب نیست. اصلا تو برو توی اتاقت کم استراحت کن. سام با ناراحتی احترام گذاشت، نگاه خشمگینی به مهران کرد و خارج شد و رفت توی اتاقش. به حرفهای مهران فکر میکرد. تحقیر، توهین، لگدکوب شدن شخصیت به خاطر گناهی که نکردی. تازه یادش اومد که خودش هم همین کارا رو کرده بود. اون روز در خونه اشکان بهش گفته بود مادرت هرزه است و تو حرومزاده ای. لبخند تلخی زد و بلند گفت ما خطاهای خودمون رو چقدر راحت میبخشیم و فراموش میکنیم، ولی در مورد دیگران چقدر سخت میگیریم.
مقصر اصلی مایی، من، پیمان، مهران. اصلا شاید مادر بیچارش گناهی نداشته و به خاطر اذیت و آزارهای پدرش همه چیز رو رها کرده و رفته. تمام زندگی ما شده قضاوت. حالا سام این درد رو با تمام وجود درک میکرد، چون توی این مدت هم خودش مینا رو قضاوت کرده بود. هم رفتارش با اون مرد مورد قضاوت قرار گرفته بود. فضای شهر پر شده بود از رعب و وحشت. روزنامه‌ها هر روز راجع به اشکال مطالب عجیب و غریبی می‌نوشتند و گاهی به شدت اغراق می‌کردند. همه مردم سعی می‌کردند زن و بچه‌هاشون رو تنها نذارن و از افراد غریبه دوری کنند. 3 روز گذشته بود. با وجود تلاش پلیس هیچ خبری از اشکان نبود. سام هر روز به بیمارستان سر می‌زد. حال مینا بهتر و بهتر می‌شد. چند بار هم به خونه همسایه‌اش رفته بود تا آریانا رو ببینه، ولی دخترش حاضر نشده بود از اتاق بیاد بیرون. روز سوم یک پسر بچه 15 ساله به همراه یک پیرمرد روستایی به کلانتری مراجعه کردند و گفتند که پدر و مادر این بچه بیخبر به مسافرت رفتند و دیگه ازشون خبری نشده. پسر بچه میگفت یک روز من توی باشگاه بودم، شب دیر وقت برگشتم خونه و دیدم که پدر مادرم یک نامه گذاشتن و نوشتن که به دیدن عموی بزرگم که توی روستا زندگی میکنه میرن و چند روز دیگه برمیگردن. ازم خواسته بودم پیش پدر بزرگم برم، منم رفتم. پیرمرد ادامه داد ولی دیشب پسر بزرگم پیش ما اومد. وقتی که سراغ برادرش و همسرش رو گرفتم گفت اونها اصلا به خونه اون نرفتن. ما هم نگران شدیم. حالا از شما میخوایم کمک کنید پیداشون کنید. عروس هم از همسر اولش غیابی طلاق گرفته بود. مدام از اون میترسید. میترسم اتفاقی براشون افتاده باشه. مأمورین پیرمرد رو به پزشکی قانونی بردن و او جنازه پسر و عروسش رو شناسایی کرد. لحظه دردناکی بود وقتی که پیرمرد و پسرک به همراه دیگر اقوامشون هر دو جسد رو تحویل گرفتن. پیرمرد مدام گریه میکرد و میگفت شوهر سابق عروسم اون قاتله. اما وقتی که فهمید اون چند ماه پیش فوت کرده گفت من دیگه به هیچ کسی مشکوک نیستم، ما دشمن دیگه ای نداریم. سام عکس اشکان رو به پسر بچه نشون داد و اون گفت این اشکان مربی باشگاه منه، ما با هم دوست بودیم، عکسشو چرا به من نشون میدین؟ سورنا پسر بچه رو به اتاقش برد و با وجود مخالفت شدید پدر بزرگش همه چیز رو براش تعریف کرد، حتی اینکه اشکان برادرش بوده. این بار برای شونه‌های کوچیک اون بچه خیلی سنگین بود. بلند شد و از در خارج شد، بدون کلامی حرف مثل آدم‌های مست راه میرفت. به سمت پدر بزرگش رفت، دست اونو گرفت و بغض‌آلود گفت پدر بزرگ میخوام برم خونه، دیگه نمیخوام چیزی بشنوم. و رفتن. سام شبها توی اتاق مینا میخوابید و روزها هم تمام مدت به همراه سورنا و تیمش دنبال سرنخی از اشکان میگشت. نه خبری از اشکان بود، نه خبری از گمشده جدید. خیلی دلش میخواست بدونه اون الان کجاست و چه نقشه‌ای تو سرشه. اون شب هم مثل هر شب از محل کارش مستقیم به بیمارستان رفت. از جلوی ایستگاه پرستاری که رد میشد یک پرستار گفت جناب سام بهتر امشب رو اینجا نمونید. سام با تعجب گفت چرا نمونم؟ سرهنگ سورنا با رئیس بیمارستان هماهنگ کردند. یک لحظه فکر کرد برای مینا اتفاقی افتاده. با نگرانی یک قدم جلوتر رفت و دستش رو روی سنگ ایستگاه پرستاری گذاشت و گفت حال همسرم خوبه؟ پرستار با لبخند معنیداری گفت خوبه، از صبح خیلی بهتره، حتی میتونه چشماشو باز کنه. سام از خوشحالی نفسش داشت بند میومد. هیجان زده گفت پس چرا نباید برم تو اتاق؟ پرستار بلند شد و روبروی سام ایستاد و با نفرت خاصی گفت جناب سرگرد، امروز همسر شما بعد از چند روز بیهوشی چشماشو باز کرده. اگه شما رو ببینه ممکنه تشنج کنه و دوباره از هوش بره. البته این قسمتش به ما مربوط نیست، ولی خودتون که میدونید اون چرا به این روز افتاده. سام خوشحال از باز شدن چشمای مینا و نگران از اینکه چطور باید باهاش روبرو بشه گفت یک سوء تفاهم بود، براش توضیح میدم. پرستار لبخند سردی زد و گفت آها، سوء تفاهم. ممکنه قبل از اینکه فرصت توضیح دادن داشته باشیم تمام زحمات ما برباد بره. ما نمیتونیم ریسک کنیم. از اون گذشته مادرش هم امشب اصرار داره پیشش بمونه و حضور شما اینجا لازم نیست. سام با ناامیدی دستشو برداشت. یک لحظه کوتاه دل پرستار به حالش سوخت. ظاهرش نشون میداد مرد مهربونیه. اون نمیدونست اون شب تو چه حالت روحی دست به همچین کاری زده. از اینکه اینقدر سرد باش حرف زده بود پشیمون شد. سام راه افتاد که بره، اما نمیدونست کجا. پرستار با صدای بلند گفت اگه بخواید میتونین از پشت پنجره اونو ببینید، به شرط اینکه خودش یا مادرش متوجه نشن. سام خوشحال شد و با تکون دادن سر تشکر کرد. با عجله رفت سمت اتاق مینا. از گوشه پنجره سرک کشید توی اتاق. قلبش به شدت میزد. چشمای مینا باز بود و به سقف زل زده بود. مادر مینا روی صندلی نشسته بود و با ناراحتی بهش نگاه میکرد. هیچ کدوم سام را ندیدن.
بعد از چند لحظه با چهره‌های خیس برگشت و به پرستار که محو تماشای او شده بود گفت متشکرم و رفت. نمیدونست امشب رو بعد کجا بگذرونه. دلش برای خونه خودش تنگ شده بود، ولی مافوقش اجازه ورود به اونجا رو بهش نمیداد. بی هدف راه افتاد. وقتی به خودش اومد دم در خونه‌اش ایستاده بود. هیجان زده بود. با خودش فکر کرد هیچ کس نمیفهمه من امشب اینجا خوابیدم. کلید انداخت و وارد شد. برق اتاقها و حال هنوز روشن بود. یعنی میشه یک بار دیگه صدای خنده مینا و آریانا توی این خونه بپیچه. آروم آروم از پله ها بالا رفت. به نظرش سایه یک انسان توی خونه دیده شد که به سمتی دوید. اما دست دیگش روی دستگیره در حال بود و برای برگشتن خیلی دیر شده بود. اگر واقعا کسی تو خونه بود میتونست راحت بهش شلیک کنه. شاید هم دوباره خیالاتی شده بود. با احتیاط در رو باز کرد و وارد حال شد. بوی سیگار فضای خونه رو پر کرده بود، در حالی که سام اصلا سیگار نمیکشید. روی میز کمی نون و پنیر و مربا دیده میشد. اصلا یادش نمیومد اون شب آخر خودش اینها رو روی میز گذاشته یا نه. جلو رفت و یک تکه نان برداشت. خیلی خشک نبود. حتی پنیر هم تازه بود. مطمئن شد که توی این مدت کسی تو خونش بوده. رفت توی آشپزخونه. چند لیوان قهوه روی میز ناهارخوری بود، ولی کی جرأت کرده بود اینقدر راحت توی خونش رفت و آمد کنه و برای خودش قهوه هم درست کنه، اونم چند بار. روی میز تعداد زیادی تصیگار ریخته بود، اما بقیه خونه رو خودش به هم ریخته بود تا نشونه از خیانت مینا پیدا کنه. سام به شدت احساس خطر میکرد. نمیدونست اون شخص الانم توی خونه هست یا نه. آروم اومد توی حال. شرط عقل این بود که تلفن بزنه به سورنا و کمک بخواد. یک دستش رفت روی تلفن در حالی که با دست دیگه اسلحه رو به طرف اتاق خواب گرفته بود و آماده شلیک.